اگر عاقلی بخیه بر مو مزن. چه خبره تو گوشید؟ هیچ. قیمت دلار رو داشتم میدیدم شده 92,000 تومان. البته الان ها، یعنی مثلا ممکنه دوستان ببینن حالا اون موقع عدد دیگه ای شده باشه. همین 2 روز پیش مگه 80 خورده ای 70 خورده ای نبود؟ آره بودش. تازه قبل ترش مثلا 60 خورده ای بود، قبل 50 خورده ای. دقیقاً همینجوری بود دیگه. خیلی خیلی دردناکه، چون الان یه لحظه با خودم حساب کردم که حداقل حقوق یک کارگر الان شده $120 در ماه، یعنی روزی $4. خب بعد جنس ها هم گرون میشه دیگه، اون حقوق به هیچی نمیرسه. 15 سال پیش اون موقعی که دفعه اول دلار یه پرش خیلی عظیمی کرد، از 1000 تومان رسید به 3000 تومان، اون موقع یه سری دوستان ناآگاه و بعضی ها هم که آگاهانه هی میگفتن که آخه دلار به تو چه ربطی داره. همین یکی از طنز پردازای کشورمون یادمه تو برنامه تلویزیونی اومد گفتش که اصلا مگه تو $100 از نزدیک دیدی که مثلا ناراحت دلار باشی؟ و خب اون موقع چه مردم، حرفیه؟ خب ببین اون موقع بیشتر مردم نمیدونستن و واقعا میگفتن مگه مثلا من این شیری که میرم میخرم به دلاره. بعد اون موقع من خیلی هرس میخوردم، میگفتم بابا هستش بنده خدا. چند سال که گذشت این چوبه رو خوردیم، بعد دیگه فهمیدن مردم که آره بابا جان همه چی به دلاره، یعنی به یه نرخ جهانیه، نه اینکه به دلار باشه، به یک نرخ ثابت جهانیه. وقتی که نرخ ثابت جهانی یه جایی هست، این قیمت پول ملی بیاد پایین، اون نرخ ثابت جهانی سر جاش میمونه دیگه. خلاصه اون موقعی که دلار از 1000 تومان 1200 تومان اومده بود رسیده بود 3000 تومان، من یه ربایی گفتم. از اون موقع من اینو هی دارم نگاه میکنم میبینم این ادامه داره، تموم بشو هم نیستش. گفته بودم هر روز شدیم در جهان تنها تر، هم بچه گذاشت رفت و هم شد جا تر، شلوار مرا فلک کشد پایین تر، هر وقت دلار میکشد بالاتر. ماجرا همینجوری ادامه داره، هنوز که هنوزه همینجوریه و خیلی ناراحت کننده است. تا شب عید به 100,000 تومان میخواد برسه، بعد خب میخواد چی بشه آخه، چه اتفاقی بیفته؟ الان چقدر عیدی میدن به کارمندا؟ 3 میلیون تومان. چی در میاد با این؟ یه موقعی بابا تعریف میکرد، میگفت اون موقع که استخدام بودن، تازه استخدام شده بودن، میگفت 2 تا سکه به ما عیدی میدادن. خب بیا الان سکه چنده؟ 75 میلیون تومان. خب یعنی 160 میلیون میشده. 150 میلیون 160 آره. میلیون میشده و 3 میلیون کجا؟ الان 3 میلیون تومان نمیدونم. خیلی دردناکه دیگه و آدم نمیدونه چیکار بکنه. چی بگم؟ چیکار میشه کرد؟ هر حال بگذاریم دیگه، فعلا دعا میکنیم دیگه، به جز دعا کاری از دستمون بر نمیاد. امیدوارم که اوضاع بهتر بشه، روزگارمون بهتر بشه، روزگار چون شکرمون بیاد بالاخره. من امروز داشتم توی کتاب هام همجوری چرخ میزدم، رسیدم به یک سبک شعرنویسی که حالا به نام احمدا هستش، به نام مهملگویی هستش، حتی میشه اسمشو مزخرفگویی هم گفتش. یعنی فکر کن یه سبکی وجود داره هم تو ادبیات ایران هم تو ادبیات جهان که بهش میگیم مزخرفگویی یا مهملگویی. باورت میشه لیلا همچین چیزی هستش؟ جالب بود. و آره واقعا شاعرانی بودن که خیلی جدی میشستن و بی‌معنی میگفتن. یعنی ما کلی شاعر داریم که میشینن شعرهای معنیدار میگن، سعی میکنن که کلی معنی ازش در بیاد. یه سری شاعر هم داریم که میشینن و از قصدی کاری میکنن شعر بی‌معنی بگن. شعر بی‌معنی یا مهمل، یعنی شاعر از قصد یه کاری میکنه که شعر مهمل بگه. خب کلی هم شاعر داریم که ناخودآگاه و بدون اینکه بدونن مهمل سرایی میکنن، اونا هیچی، ما اونا رو فعلا باشون کاری نداریم. بریم در مورد شاعرای صحبت میکنیم که یا اثر تفنن یا بعضی وقتها هم اثر اعتراض. ما یک سری شطحیات داریم، این هم تو پرانتز برای دوستان بگم، که بین عرفا، حالا فقط شعر نبوده،
همین کلام و سخن هم بوده که بهش میگفتن شطحیات، سخنانی که خیلی وقتا میگفتن به ظاهر کفرآمیزه و اینها و توش مثلا نکته های عرفانی داره و اینها، ولی واقعیت اینه که خیلی وقتا عرفای ما، بزرگان ما، کسانی که یک مقام خیلی بالایی داشتن و به یک درک و فهم جدیدی از جهان هستی میرسیدن، از عالم میرسیدن، نمیتونستن این رو پیش مردم عادی بگن، چون مردم عادی این چیزا رو که میشیدن گفتن او این کافر شده و فلان. اینها رو به نام شطحیات و اینها خلاصه میساختند و میگفتن که شما اینا رو متوجه نمیشید، سمتش نیایید. چون داشتیم دیگه، ما عین القضات همدانی رو داریم که شمع آجین شد و کشته شد، حلاج رو داریم باز کشته شد، کلی عارف داریم که در اثر کجفهمی یا کشته شدن یا اینکه به کفرگویی و اینها متهم شدن. مثلا ابن سینا یکی از کسانی هستش که بهش میگفتن کافری، یا شاه نعمت الله ولی وقتی که انقدر بهش اتهام کفر میزنن میاد میگه کفر چون منی گزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چون من یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. و این مدام تکرار می شده به خاطر همین شطح گویی و شطح نویسی، چه میان شاعران و شاعران عارف و چه میان عارفان عادی به هر حال رواج داشته. به جز اون اما تفنن هم بوده، یعنی خوش میگذشته دیگه. بعضی وقتا شاعر خودش از سر تفنن می نوشته این شعرها رو، یه وقتایی هم مثلا پادشاه دیگه حوصله‌اش سر میرفته، کلی شعر و مدح و اینا میشنیده، میگفته خب حالا مثلا شما اینجوری هم شعر بگو. مثلا چی؟ حالا ما همه اینا رو گفتیم، چند تا مثال بزنیم. یه شاعر معروف داریم به نام، معروف تو این کار، به نام مشرف اصفهانی. این مشرف اصفهانی توی احمداگویی، خب اسم سبکو بیشتر احمدا میگفتن، تو احمداگویی خیلی معروف بوده و سر این یک ماجرا هم داره که خب ماجراش هم الان براتون تعریف میکنن. حالا همین آقای مشرف اصفهانی توی تذکره ریحان الادب، تو این تذکره در موردش می نویسن که پادشاه، نگار جان ماچا آوردی؟ دستت درد نکنه. فقط قرار بود ماچا لاته باشه، لاته نداشتیم، فقط ماچاشو آوردن. لاته نداریم، فقط ماچا داریم. چای ماچا چیه نگار؟ خیلی خوشمزه. چای یه مدل چای ژاپنیه. ژاپنیا میخورن. آره، پوز میکنن برفشو ببینم دستت درد نکنه. میگم دیگه لاته نداشت، کدومه خوشگل اینه؟ نشد، این واسه شماست. آها، من فکر کنم تو فنجون منم آوردن. اونی که تو فنجون قهوه است مال آره منه. اون فنجون. قهوه. بله دوستان، این حالا این شکلیه دیگه، آره. روش شیر نداشته. دستت درد نکنه. من خواهش اینم بدم. مرسی قشنگم، دست درد نکنه. حالا من از رو متن میخونم براتون. میگه میرزا حسین مشرف اصفهانی از شعرای عهد صفویه می باشد که به مزاح و شوخی و بذلگویی معروف و به نظم اشعار مهمل و بی‌معنی مشعوف. یعنی کلی هم کیف میکرده با این شعرهاش. وقتی مدعی شد که 5 مثنوی مشعر بر حکایات به وزن خمسه نظامی و خسرو دهلوی به طوری نظم نماید که تمامی اشعار آنها مهمل و بی‌معنی باشد و یک بیت معنی نداشته باشد، مقرر شد که اگر از عهده برآید به هر بیتی 1 مثقال نقره بستاند و اگر از عهده بر نیامد و بیت معنیداری در میان اشعار او پیدا شد، بر هر بیت همچنانی 1 دندانش را برکنده و بر مغزش کوبند. یعنی تو شعرها گفته که اگر تونستیم یه دونه با معنی پیدا بکنیم، 1 دندون تو میکنیم، 1 دونه هم میکوبیم تو سرت. ولی اگر تونستی هر چقدر شعر بی معنی بگی، همونقدر بهت به ازاش مثقال نقره میدیم. خب مثنوی هم میخواد بگه، خیلیه. به هر حال ببین از بیکاری ببین چه کارایی میکنه دیگه. پادشاه اینو گفته. بعد از انجام عمل 3 بیت معنیدار از اشعارش پیدا کرده. یعنی این لامصب اومده به اندازه چند تا مثنوی نظامی و امیر خسرو دهلوی تونسته شعر بگه و از توی همه این شعراش تونستن کلا 3 تا بیت پیدا کنن که معنی داره. حالا تازه اونا هم احتمالا خودشون معنی رو توش تراشیدن. به هر حال چیکار میکنن؟ حسب المعهود
3 دندانش را برآورده و بر سرش کوفتند و در بقیه اشعار به وعده وفا کردند و از اشعار اوست. خب حالا چی گفته؟ اگر عاقلی بخیه بر مو مزن، بجز پنبه بر نعل آهو مزن، سوی مطبخ افکن ره کوچه را، منه در بغل آش آلوچه را، که نعل از تحمل مربا شود، به صبر آسیا کهنه حلوا شود، ز افسار زنبور و شلوار ببر، ز افسار زنبور و شلوار ببر قفس میتوان ساخت اما به صبر. دیگه خودتون ببینید. و به تقلید از لیلی و مجنون هم توی اون وزن لیلی و مجنون نظامی هم گفته که دندان چپ دریچه کور است، آدینه کهنه بی حضور است، پای دهل حریصه ماوی است، اینها همه آفت سماوی است. یعنی کارش این بوده که شعر بی معنی بگه، بعد درآمد خوبی هم داشته ها، یعنی اینطوری نبوده که حالا فقط همینجوری بگه. میبینید دیگه یه مثنوی اگر بگه یعنی چند کیلو نقره برده خدا میده. و بعد از مشرف اصفهانی هم باز هم کلی شاعر داشتیم که احمد آسرایی کردن. یه دونه توی مجله توفیق هفتگی سال 2017 سروده شده به نام میم کاشانی، شاعر میم کاشانی، که گفته 1000 شکر که پشم وزغ فراوان شد، که فصل دی شد و خرگوش ماده ارزان شد، بگو به مرغ نواخوان که کم کند آواز، خروس اخته گرفتار درد پستان شد، لحاف خربزه افتاد از زمین به هوا، درخت کشک پریشان تخم نوغان شد، پیه الاغ بخشکید در ته دریا، سم خروس به منقار گاو پنهان شد، ببین که طفل کهنسال با مادر، غمین مباش که چشمت ز گریه خندان شد و الی آخر. می‌بینید دیگه این شکلی که از بی‌معنی سرایی و مهمل سرایی بیشتر حالت تفننی داشته. ولی خب بعضی وقتا هم یه شاعرایی داریم که میخوان شعر جدی بگن، از نظرشون هم خیلی یه حرف بزرگیه و خب نمیتونن جور در بیارن دیگه. مخصوصا تو شعر معاصر ما اینو خیلی داریم، یعنی واقعا طرف یه جوری شعر میگه که نمیفهمی داره چی میگه. بعد از طرفی هم انقدر که این نظریات ادبی، نظریاتی که هر کدوم نظریه های مهمی هستن، ولی وقتی جدا جدا و خالی خالی نگاهشون بکنی و بخوای برشون داری، خب یک سری نتیجه های کج و کوله میده با آدم. همینا باعث میشه که یک سری آدم واقعا خیلی جدی بگن که مثلا این حرف مهمل، این شعر مهمل خیلی با معنیه. تین برای سربازان جدید، نان، نفت یه پیت، اسلحه به تعداد کافی، اتاق بازجویی نم کشیده، دستبند 10 عدد، پول برق را باید بدهیم، پول آب را جدا، پول گاز را باید بدهیم، دوبله پارک نکنیم و دیگر هیچ. و اینجاست که یه ذره قاطی میشه. امروز صلاحی یه جا گفته که یکی از شاعران سوپر مدرن شعری پیش ما آورده بود که درباره آن نظر بدهیم. شعر را یک دفعه از بالا به پایین خواندیم، یک دفعه از پایین به بالا، یک دفعه از راست به چپ، یک دفعه از چپ به راست. چیزی سر در نیاوردیم. مانده بودیم چه بگوییم. اگر میگفتیم شعر خوبی نیست، ممکن بود بعداً دیگران بگویند شعر خوب است و آبروی ما برود. اگر میگفتیم شعر خوبی است، ممکن بود بعدا منتقدان بگویند شعر بدی است و باز آبروی ما برود. راستش با این نظرهای عجیب و غریبی که درباره شعر و شاعری میشنویم دیگر تشخیصمان را از دست دادیم. آره خب یه نوع هم از مهملگویی این شکلی هستش که خب طرف نمیخواد مهملگویی کنه اما گرفتار مهملگویی میشه. استاد شب بریم قار جان به پاتوق ما گتوی گروه.
میخوام یه چند تا نمونه از شعرهایی که خیلی ظاهراً جدی هستن و اصلا قرار نبوده مهملگویی بکنن رو براتون بخونم. یعنی اینایی بودن که خب شاعر میخواسته مهملگویی کنه، مشخصه، ولی اینجا نه دیگه، اینجا میخواسته واقعا یک حرفی رو بزنه و نشده دیگه. سیب سفت چانه، چانه‌ات آسمان دوریست، پر از کلاغان ریش بنانت. چانه‌ات صخره محکمی است که میتوانم از فرازش فریاد بزنم. ای شاخسار زیتون، با تنت استتارم کن از چشم بندگان و شکوه این لحظه را پرچم فراز تا به هزاران مدل گل بشکفم. جریان زیر پل و باقی غذایا، چانه‌ات آسمان ازلی بود که با چانه‌ام چفت شد و این چنین بود که افق پدید آمد. می لغزم، جریان می یابم و دوباره گیر می کنم زیر پل بازوانت. این معنی داره ولی خیلی معنی خوبی نداره. یعنی تصویر شاعرانش خیلی تصویر شاعرانه مسخره چون این بازوها رو خب مثل پل آهنی تشبیه کرده. خب این تشبیه قشنگی است، بازوی معشوق رو به پل آهنی که رو چوب میزنن تشبیه کرده. اما بدتر از اون خودش رو تشبیه کرده، اونم اینه که میگه که هی میرم و گیر میکنم زیر اون نرده ها، که اون در واقع معذرت میخوام آشغال و زباله‌ای که از زیر آب میره اون میاد اون زیر گیر میکنه دیگه. هرچی میبینم شاعر اینجا هم خودش رو حذف کرده هم معشوق رو حذف کرده، کار خوبی نکرده. شعر به این پرمغزی و پرمعنایی تا به امروز نشنیده بودم. نه این شعر نبود، این قیام مسلحانه بود، یک شاعرانگی خشونت با. من موج میفرستم فریاد فریاد فریاد. سینه را پر کرده ای دوستت دارم، تا چشمهایم آمدی دوستت دارم. و میگه و پیش و پس زدم از آب و هوای پیش و پس از خود، نزدیک و دور خودم را. اینجا عمران صلاحی نوشته ارتباط آب و هوا با پیش و پس قابل توجه است. نکته‌ای بود. تنها با دریچه وقتی میفتی از طول، صدایت هم از طول میآید. آسوده به خواب که طوفان به پا خواست. اینا دیگه شعرهای جدی بوده که میخواسته واقعا حرف جدی و مهمی بزنه اما به مهملگویی افتاده. خب یه شعرم میخونم از ناصر فیض که جزء شعرهای بی‌معنی جدید هست که خب حالا ببینیم شعرهای جدیدمون چون داریم دیگه. بعضی وقتا دوستان به مسافرتی میرن با همدیگه این ور اون ور میرن، سر تفنن یهو میشینن با همدیگه شعر میگن. سوزن اندیشه ها را نخ کنید، الاتش فکری برای یخ کنید و امثال اینها. اینو ناصر فیض گفته، نوشته ابروی هویج دسته دارد، آلوچه دل شکسته دارد، فریاد خیار اگرچه شور است، نزدیک ته خیار دور است. وقتی که الاغ توی کاسه است، دریاچه غروب صبح ماسه است. ماهیچه که آخرش چه دارد، در کوچه شب کلوچه دارد. شلوار شکستنی ندارم، من بازم و بستنی ندارم. آنجا که جزیره میزند جر، موی سر خر نمی شود فر. وقتی که قطار دنبه بالاست، دروازه چشم من مرباست. در منطق من فتیله پیر است، از فلسفه سهم من خمیر است. برخیز و گره بزن به گردو، خرطوم مرا نبر به هندو. پیراهن کفش خر چروک است، پیژامه چرخ اسب دوک است. نخ باش و گدازه را فرو کن، در سوزن گربه نخ فرو کن. شلغم نه که مثل ادکلون نیست،
یخچال شب آب گرم کن نیست. گیسوی ملخ صدا ندارد، دندان ستاره پا ندارد. آب از ته خاک باد میزد، آتش به دل زیاد میزد. زانوی ستاره پر ندارد، آرنج کلم خبر ندارد. اینم از شعر ناصر فیض. اما اینم براتون بگم دوستان، بعضی وقتها شاعرها یا اصلا در کل هنرمندها برای اعتراض به شرایط خاصی که حالا توی اون موقعیت هستش میان و یک روش خاصی رو انتخاب میکنن. مثلا حدود 100 خورده سال قبل وقتی مجله طنز مولا نصرالدین چاپ میشده، اون موقع تحت فشار عوامل حکومت که در واقع حکومت تزاری روسیه بودن قرار میگیره، بعضی وقتهای کارهایی میکنه. وقتی که سانسورچی میگفته این کاریکاتور رو یا این شعر رو باید حذف کنی، اینا میومدن اون قسمت رو خالی میگذاشتن، ضرب در میزدن، میگفتن اینجا بنا به دستور مثلا رئیس محترم اداره ممیزی دستگاه روسیه تزاری خالی گذاشته شد. خب اون کسی که این مجله رو میخوند متوجه میشد که ماجرا چیه. حدود 20 خورده سال قبل هم توی مطبوعات ایران یک بار روزنامه فکر میکنم سلام این کار رو کرد. یه دستوری داده بودن که راجع به یک خبری که اون موقع فکر کنم استعفای یکی از امام جمعه ها بود، مثلا هیچکی نباید هیچ خبری رو کار بکنه و این روزنامه تقریبا سفید اومد بیرون. تقریبا به شما میگم شاید مثلا 50-60% سفید بودش، چون تمام اون مطالبی که دستور داده بودن که دیگه ننویسن در مورد استعفای این آقا، همه رو اینجوری سفید گذاشته بودن. بعد شما روزنامه سفید می‌خریدی. خیلی اونم یک حرکت جالبی بود. داشتم روزنامه رو، نمیدونم چی شد. این احمدآگویی هم یک روش اعتراضی بوده. یعنی وقتی که شاعر دیگه هیچ راهی نداشته برای اعتراض و برای اینکه بگه وضعیت چی جوریه، میزده به مخملگویی، میزده به اینکه بابا جان اصلا ولش کنید، دلار 95 تومانی رو ول کنیم، بیایم گوش بکنیم مثلا دندان چپ دریچه کور است. بعضی وقتا شاعرها هم به این نتیجه میرسن که بابا چقدر من بنویسم، چقدر مثلا حرفمو بزنم، چقدر نکته سنجی بکنم و اینها رو بگم، تهیشم که خب اصلا اون کسی که باید بگیره نمیگیره و اون کسی که نباید بگیره میگیره. این برای همین یه وقتایی این ناامیدی ها و این شکل های عجیب و غریب از اعتراض هم به وجود میاد. دم همتون گرم دوستان. گفتم امروز یه کمی در مورد این سبک شعر سرایی هم با هم صحبت بکنیم. من هفته یه دونه از این برنامه‌های طولانی خواهم گذاشت فعلا تا بعد بتونم دوباره بیشتر کنم تعداد ویدیوها رو. راستی این شعرهایی هم که خوندم، حالا از راه دور بالاخره دسترسی به کتاب نداشتم، از مقاله یکی از دوستان طنزپژوه خودمون به نام دکتر محمد رضا اصلانی در آوردم که دمش گرم، خیلی هم عالی بود. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدارتون. فعلا خدا.